در مسکو یک گروه ملتگرای افراطی در نزد تئاتری که اسپکتاکل شوهر کامل یا خود شوهر ایدئالی اسکار وایلد را به صحنه می‌گذارد، گرد همایی اعتراضی تشکیل کرد. فعالان این جمع آمد در درآمدگاه تئاتر سری خوکی را گذاشته دعوت کردند که رئیس تئاتر این اسپکتاکل را از جدول نمایش‌ها بیرون کشد. به گفته آنها این اسپکتاکل توهین به احساس دینی می باشد. در شهر اربیل عراق جماعت‌های نصرانیان اشورایی و کلدویی سال نو را که 1 اپریل آغاز می‌یابد جشن گرفتند. آنها همچنان به اداره محلی سازمان ملل متحد قطعنامه سپرده طلب کردند که به زودترین فرصت حق آنها برای بازگشت به مکان دائمی زیستشان احترام شود. سال گذشته اثنای پیشرفت گروه جنگجوی دولت اسلامی ده‌ها هزار پیرو دین نصرانی به فرار مجبور گشتند. اما ماه‌های اخیر نیروهای جانبدار دولت عراق بعضی منطقه‌ها را دوباره به تصرف درآورده‌اند. در شهر شمال و غربی پیشور پاکستان بعضی گروه‌های دینی به طرفداری از حمله‌های هوایی زیر رهبری عربستان سعودی بالای موقع‌های گروه حوثی‌های یمن گرد همایی راه اندازی نمودند. جمع آمدگان دعوت کردند که حکومت پاکستان سربازانش را برای شرکت در عملیات زمینی به یمن فرستد. پاکستان میگوید این کشور درخواست سفربری نیروهایش را که از سوی عربستان سعودی مطرح شده است بررسی دارد. حمله های هوایی زمان آغاز یافتند که حوثی‌ها بخشی بزرگ یمن و از جمله پایتخت شهر صنعا را زیر نظارتشان قرار دادند. در پایتخت افغانستان شهر کابل نمایشنامه‌های دراموی به سلاح نو در مقابل مواد مخدر تبدیل یافتند. در یک نمایشنامه مبارزه جوانان با معتادی به صحنه گذاشته شده است. طبق آمار اخیر بیش از نیم میلیون ساکن افغانستان معتاد مواد مخدر و اکثرا معتاد افیون هستند. اما بر پایه آمار غیر رسمی شماره معتادان تخمیناً 3 برابر بیشتر است.